با سلام و درود خدمت همه کسانی که ویدیو رو تماشا میکنن. امید که جور صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوستان عزیز خوش آمدید به چنل تاپ آکادمی و قرار هست در این چنل من ریاضی تدریس کنم و در این ویدیو اولین ویدیویی هست که من ثبت میکنم و در این ویدیو قرار هست که این فرصت رو به معرفی بگیرم که چه کسانی میتونن از این فرصت استفاده کنن برای چند مدت ادامه مییابه و چه چیزها چه موضوعاتی در اینجا تدریس میشه. خب دوستان عزیز، ابتدا یک معرفی کوچیک از خودم. من عمران هستم و فرزند تخلص میکنم از ولسوالی جغری ولایت غزنی و صنف 11 مکتب را تمام کردیم و خودم یک استعداد بسیار خاصی در ریاضی و در کل در مضامین ساینسی دارم و از خود پرسید به خود گفتم که چقدر زیبا خواهد بود که از استعداد خدادادی استفاده کنم و برای جامعه خدمت کرده باشم و هم سپاس و شکرگزاری در قبال خداوند بزرگ کرده باشم. و در ویدیو میخوایم معرفی کنم که چه کسانی میتونه از این فرصت استفاده کنم و چه موضوعاتی در اینجا تدریس میشه. خب دوستان عزیز، طبق قانون سیستم آموزشی افغانستان من صنف ششم آغاز کنم. چرا؟ چون صنف ششم ریاضی داره که بسیار کاربردی هست، موضوعات بسیار کلیدی در اینجا تدریس شده، گنجانده نشده و بنابراین میخوایم از اینجا شروع کنم و شاید بعضی دوستا باشه که یا صنف ششم بالاتر باشه یا پایینتر باشه و به خود بگه خب این فرصت برای من نیست چون من صنف 6 نیستم. ولی دوستان عزیز، من از صنف 6 شروع کردیم و ادامه میدیم تا صنف 11 و 12 که پایان ریاضی مکتب هست و در واقع ما موضوعات را گلچین کردیم، موضوعات بسیار مهم و کاربردی گلچین کردیم چون ریاضی مکتب مشکلات خود داره به نظر خودم و تمام عناوینی که ما اینجا میخونیم واقعا کاربرد زیادی نداره و بنابراین ما میخوایم در ظرف 6 ماه این موضوعات گلچین شده را تدریس کنم و به طور منظم هر هفته 2 ویدیو رو من آپلود کنم. و دوستان عزیز، گفتنی من یکی فرصت برای تمام کسانی هست که میخواد ریاضی یاد بگیره و فرق نمیکنه که در چه سنی هست، در کدام سن هست و اما صنف 4 به بعد میتونه که از فرصت استفاده کنه. صنف مثلا 1 و 2 3 برای اونا یکم سخت‌تر خواهد بود. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای کار میخوایم یک باوری هم برای شما بسازیم که ریاضی آسان هست. دوستان عزیز، خیلی از دوستان شاید اولین روزی که با شاگرد خود ملاقات میکنن یک باور را برای شاگرد خود بسازه که ریاضی سخت است و ما باید تلاش داشته باشیم، ما باید پشتکار داشته باشیم تا اینکه موفق شیم. ولی دوستان عزیز، من خودم معتقد هستم که ریاضی آسان هست و باید برای شما یک باور بسازم که شما میتونید ریاضی را یاد بگیرید و استعدادی کار دارید. و دوستان عزیز، بنابراین خواهش از من از شما اینه که به خود باور داشته باشید که شما میتونید ریاضی رو یاد بگیرید و این را واقعا از ته دل باور کنید که شما با استعداد هستید و ریاضی سخت نیست، ریاضی آسان است، اما شما نباید تلاش پشت کار هم فراموش کنید. دوستان عزیز، باز معذرت که من خودم امکانات زیادی فعلا در اختیار ندارم و همین لحظه با یک گوشی بسیار ساده و کوچیک خود ویدیو رو ثبت میکنم و از این بابت از همه شما معذرت میخوایم. و دوستان عزیز، اما قول میدیم که شما در اینجا نتیجه میگیرید و با پشتکار تمام و با تلاش زیاد ما به شما این تعهد میدیم که شما در اینجا نتیجه میگیرید. ولی دوستان عزیز، خواهش من شما یکی از من حمایت کنید و ویدیوی من را حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و دکمه نوتیفیکیشن را هم فعال کنید تا اینکه از ویدیوهای من باخبر شید و اولین ویدیوهای خود را هم در اول جدی من ثبت کنم و آپلود کنم. دوستان عزیز، این بود معرفی فرصتی بسیار زیبا. امیدوارم که از این فرصت استفاده کنید و الله یار و نگهدارتون تا ویدیوی بعدی.